یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام دادند با پیام اسلام و قرآن این بود که جذبه قومیت و ریشه های او را از دل مسلمانان صدر اسلام کشیدند. به این خاطر زمانی که فتح مکه صورت میگیره و پیامبر علیه السلام با 10,000 مسلمان فاتحانه بدون جنگ و خونریزی وارد مکه میشند و وقت نماز فرا میرسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال حبشی، آن کسی که قبل از اسلام غلام و برده بود، سیاه پوست و غیر عرب و انسانی بود که در بازارها به قیمت ناچیز فروخته میشد و اشراف مکه ننگ میدانستند که با او در یک کاسه و سر یک سفره بنشینند و غذا بخورند و بلکه اونها را حتی در حد حیوانات جایگاه اونها را تنزل میدادند. و وقت بلال رضی الله عنه مسلمان شد، او را در زیر شلاقهای ظالمانه خود قرار داده، بر روی رگهای گرم و سوزان مکه صرفاً به جرم توحید و ایمان به الله و یکتاپرستی او را شلاق کوبی می کردند تا این که بدن او زخم برمی داشت و احد احد می گفت. بعد از فتح مکه پیامبر علیه السلام همو بلال، همو غلام سیاه پوست حبشی دستور میدن که بر بالای خانه کعبه و بام کعبه بلند بشه و اذان بگه و الله اکبر الله اکبر بگه. وقتی سیدنا بلال رضی الله عنه بر روی بام کعبه قرار گرفت و ندای توحید و رسالت و فلاح و رستگاری را بلند نمود، تعدادی از مشرکینی که در داخل مکه بودند بلال را دیدن، مات و مبهوت ماندن، حیرتشان زد، گفتن آیا قحطی آدم شده؟ کسی دیگری نبود که بر بالای بام کعبه بلال را بلند کردن؟ اما آنها نمیدانستند که اصل و اساس پیام اسلام اینه که انسانها همهشان با تمام تفاوت‌های ظاهری که نسبت به همدیگر دارند، همه از یک پدر و مادرند، همه از یک زن و از یک مرد زاده شدند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسانها ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را از قبیله ها و نژادهای مختلف آفریدیم تا با یکدیگر شناخت پیدا بکنید، از قابلیت های یکدیگر استفاده بکنید، از توانایی های یکدیگر، از تجربیات یکدیگر، از ظرفیت های یکدیگر استفاده بکنید و همچنین به عظمت قدرت الله پی ببرید که این الله چگونه ذات عظیم و با قدرتی است که از یک قطره آبی که یک رنگ داره در میان تمامی انسانها چگونه صورتگری میکنه، چگونه قبیله های را با توانایی های مختلف میآفرینه و اینها وسیله برتری نیستند. نه مرد بودن وسیله برتری است و نه زن بودن وسیله برتری است، نه عرب بودن وسیله برتری است، نه عجم بودن وسیله برتری است، نه نژاد سفید، نه نژاد سرخ، نه نژاد سیاه. نه خیر، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. این پیام اسلام بود. شیرازه پیام اسلام این بود که ای انسان ها، همه شما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی با یک نگاه دیده می شوید و کسی برتره و کسی بالاتره و کسی جایگاه برتری داره که تقوا و معنویت بیشتری داره.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی از شما در فضیلت برتری داره نزد الله نسبت به دیگران که در تقوا، یقین، ایمان، علم، عمل، اخلاق از دیگران برتری داشته باشه. و امروز چقدر بشریت نیاز داره تا ان اکرمکم عند الله اتقاکم شعار تمامی ملت‌های دنیا بشه. امروز چگونه بعضی از ملت‌ها با تفکر برتری طلبی، حس استعمار طلبی به اونها دست میده و ملت‌های ضعیف را پایمال میکنن، در حالی که اسلام عزیز به ما دستور داده که تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. مخصوصا در جغرافیای جهان اسلام واقعا جای ننگ و شرم برای مسلمانی که به نسبت قوم و زبان و نژاد خود را از دیگرها برتر بدانه. نعوذ بالله، این انسان گویا به الله اعتراض وارد میکنه، به الله اعتراض میکنه و نژاد خود را نسبت به دیگرها برتر میدانه. بیایم به سوی تقوا بر بگردیم تا مقبول درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی قرار بگیریم.